حقیقتا همون محققان میگن که در همین شهوت یگان چیز به خر برابر نمیشود. فقط خرینا را دیده نه خدو میدوا و گرخته است هم مودیانش هم را میپره. عالمان گفتند در شهوت همه نوع فروترند زخر، پس چرا مرد شهوت راند که در آن هست او زخر کمتر. این جوان مردی نیست، این خریگری ای زینا یا روی عقل فروسنت نیست. مردی او است که نفس اخته باز بداری. این زینا گناه کبیره ای. حتی خدای تعالی نگفت که زینا نکنه، گفت ولا تقربوا زینا، با زینا نزدیک نشوه که این کار فاحشه و بسیار بد راهی است. یعنی که با زیناکار دوستی نکنه، همنشینی نکنه، از دواعی زینا دور باشه. انما بوس و کنار و گپی شهوانی پرتفتن، مقصد انما اشاره و چشمک زدن از همیا خدای تعالی میگه خطونه کنار بگیره. زینا اوس بیسته. اوی جوان مردی نیست از برای خدا که مقصد که شخص زینا کنه و با کتگی کنه که ما مردیم. این مردی نیست، این کمال نامردی است. روایت میکنند ولی همین قصه فقهای بزرگ مدینه منوره را برای تو کردم که همین یک نفرش سلیمان ابن یسار رحمه الله نام داره، به نهایت صاحب جمال بوده است. قامت بلندی، سفید پوستی، همه خیلی صاحب جمال بوده است که ایرا زیبای عرب میگفتن حتی در عصر زمانش. میگه همراه دوستش محمد ابن واسع رحمه الله قصدی زیارت خانه خدا میکنند. در راه میویان همین 2 نفر تنها بودیان. هر کجایی که شب میشود خیمه دوستان خیمه را میزدیان، تردد میدیدیان، یکو خراکک میپختیان میخوردیان، خود میکردیان، با روز دیگه سفرشون دوام میدادیان. قدرت خدای تعالی یک جو خیمه را میزنن، در همون نزدیکی یک قبیله عرب زندگی میکرده است. محمد ابن یسار میگه که سلیمان ابن یسار اگه قصد خراکپزی داره در خونه، محمد ابن واسق هزم جمع کنی رفته است. همین وقت میگه زنی همون سرور قبیله، مردو نبودیان همون زنکو بودیان، زنی سرور قبیله میویا خچه پیشنهاد میکنه. همین قصد صاحب جمال بوده است که عاشق شده بوده است و همین دیده میگه خچه پیشنهاد میکنه. این حضرت میشینه چنان و علم گریه میکنه که زنک نگه دوره کرد. همین نگه دوره 5 دقیقه و 10 دقیقه و 20 دقیقه میگذاره. نه که این گریه را بود کنه. بعد اشاره میکنه که این قصد سالم نبوده است. گفتی گپای نمی فاسقه و فاحشه و مردک نبوده است. میبرویه میروه. محمد ابن واسع رحمه الله میدرویه که حضرت حالی رم گریسته است. با میویا پرسکوبش میکنه که علت گریه چی است؟ برای چی گریستی؟ همین میگه حق در سر دیر ششته. میگه که من نمیدونم چی کمبودی کردم که خداوند با یک امتحان مبتلا کرد که خدای بزرگ خودش پناهم داد. نباشد چوب چی میشی؟ اما مقصدم تری از زن اومد خچه پیشنهادم کرد. با ایران در برش بشینه و گریه را میبردوری. با میگه تو چی در دوری؟ تو چی گریه میکنی؟ گفت من میترسم که اگر در جوی تو میشیدم طاقت کردن نمیتونستم. این را ببین. حضرت میگه در خواب حضرت یوسف علیه السلام را میبینم. محمد ابی سلیمان ابن یسار خشاب به حال میگه جوان مردی نه خیل میشوند. آنمی کاری تو کاری مقصد رفتار و کرداری پیغمبرای خدا. پیغمبرای خدا را بخیر بدن. این جوان مردی نیست که دست به زنا و به حرام بزنی و بعد با کتگی که مردی. اصلا زیناکارا روزی خوش ندارن در این دنیا. عیف نساء الناس تعیف نساءکم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این گپ یگان مخلوق نیست. حضرت میگه عفت زنهای مردم به جا بیاره تا اینکه عفت زنهای شما را به جا بیاره. قاعده همین است. وقتی که زنی مردم مقصد با چشم شهوت دیگه نکردی، با زن احترام با چشم شهوت دیگه نمیکنن. دست درازی و تعرض کردی با یقین بدون که با یک نفر ای خانواده ای هم کارا میکنن. چه بد کردی مشو ایمنزی آفات که واجب شد طبیعت رو مکافات. همین امام غزالی قصه میکنه، میگه یک زرگر به دست خیلی زرگر مردم عادتا آدمای پولدار میشوند. بسیار یک زنی صاحب جمال داشت. در خاندانش میگه یک سقا بود. سقا شخصایی که آب میکشند میارن و با آب تامین میکنن. زمانهای پیش و در پرواد نبود. همین سقاها گپ زنان میکردن با یگان خانواده دگوار بود بینشو. مثلا مدتی
یک هفته یک ماه با آب تامین میکردن و مبلغ همه گرفتن. دویمی مقصد کار میکردن. یک روز همون سقا میگه او با او فرو ورده، نخواست همی زنی همی زرگر دید. میگه اومد در پیشش باز اونو زد، زانوش آغش گرفت. گو من همی خیلی ترا دوستی میدارم که اگر جان ما طلب کنی جان ما مزای خد نمیکنم. که او زنه کم بجور زنه که پاک دامن دشنام حقورتش کرد، زد راندش با گریه و مولا میگه او مرده گریخ برفت. شب وقتی میگه زرگر در اومد، زن ششتگی است، گفت چیکار کردی راست شد بگو. شوهر شد گفت چیکار نکردم بگو تا بد نکن چیگه پیشیدگی همیش سقا 15 سال خدمت خانه ما را کرده است. تا حاضر همی کمبودیوش ندیدم، تا حاضر ندیدم که در یک جا حتی سرش نمیبرداشت. این روزی که جرأت کرده مقصد اینم اومد زانوی مرا قشور گرفت، راست شب او چیکار کرده اینو تصحیح نکرد. او برای حدیث پیغمبر این گپ اون مخلوق نیست که بگیم شاید خطا کرده باشه. عفت زنهای مردم باز نگه داره تا عفت زناتون نگه بدارن. زرگر گفت یک زنی صاحب جمال دکان اومد، این چله را میکنه در دستش نمیشه و ایش نمیشه و یک چله را خودم گرفتم میگه در انگشتش دوختم، دستاش بسیار سفید زیبا بود. همون دست میگه اندک کم فشار دادم که سبحان الله اینقدر دستای زیبا داری. این هم اینقدر کمبودی کردم. رود سیاه بود، هرچی ای پیشتر نرفت یعنی کابو بدتر میشی. عیف و نساء الناس تعیف و نساء. عیفت زنهای مردم نگه بداره تا اینکه عیفت زنهای شما را نگه بدارن. خواهیده همی های برای همین این زنا جوان مردی نیست. مرد کسی را میگن که با وجود اون که شهوت داره خشم نگه میداره. میگه اون یکی میگشت حضرت مولوی میگه یک بودا میگه در دست شام در بازار گشته است. بلفضول گفت تو رو ای فلان هینچی میجویی به سوی هر دکان. یا آدم دید گوه مرده چی گفتستی تی قدر در دست شام در روز روشن در دکانو؟ گفت میجویم به هر سو آدمی کوبوت حی از حیات این دمی. گفت من یک جوان مرد گفتستم آدمی حقیقی. اون یکی گفتش که هست بازار پر مرد مانند آخر ای دانای حر. ای خونت پریگنده گفت همین بازار در همه مردکان همه مردک شیشتگیان آخر حجت به شام گرفتن دکان با دکان کفتن نیست. گفت جوی مرد در جاده درا در وقتی خشم و هم به هنگام شراه. وقتی خشم و وقتی شهوت مرد کو طالب اویم مقصد کو با کو. یعنی من میگم مرده که در دو حالت جستجو دارم، وقتی که در حالت خشم غضب باشه و در حالت شهوت باشه. در همین دو حالت میگه همون مرد کو من معمتری مرد گفتستم کو در این دو راه مرد در جهان تا فدای او کنم امروز جان. همتری جوان مرد که جدا به خدا قسم گفت جان ما فداش میکنم. ترک خشم و شهوت مقصد این روحی پیغمبرای کاری هر کس نیست، کاری هر بز نیست. خیر من گفتم همین جوان مردایی را که میبینه که یا عفت دارن یا شرم و حیا دارن، وقتی زنی بیگونه را میبینن سرش مخم میکنن گو همین با یقین بدانه که انشاءالله پیش پروردگار را حکم ملائکه را دارن. خداوند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که انا حبیب الله و شاب نشأ فی عبادت الله ایضا حبیب الله. من حبیب الله هستم، همین جوانی که در عبادت خدا نشأ نوا می‌یابد، جوانی که به خاطر خدا انم شهوت میکشه، شهوت های میزنه، او را حبیب الله های. بله مرد کسی حرام هم خرارم کردن میتونه. خداوند از جمعی فسق و فسادها خاصتا می شهوت حرام نگه شده داره. این جوانها رو زنی صالحه براشون نصیب بگردونه و خداوند صاحب فرزندای خوب صالح شده. پروردگار به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم فیض برکات و خیرات و حسنات در این منزل، در این محفل، در این محله، در این شهر، در این دیار، در خاندان برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند نازل بسازند. پروردگار امید به رحمت شفقتی تو داریم.
عاقبت عمرمون به خیر انجام ده. دعواهای زیاد داریم، دعوا داریم که ما الحمدلله مسلمان هستیم، دعوا داریم که امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم، و دعوا داریم که ما پیرو مذهب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هستیم. خدایا به همه دعواها مستقیم بدن برای ما نصیب روزی گردان. آمین یا رب. شما